برنامه ساختی و چقدر وقت گذاشتی نه؟ که به اکثر کامنت هم سعی کردم جواب بدم. بچه‌ام درسته من با برنامه میسازم، هیچ ادعایی هم نمی کنم که اینا رو همشون رو تک تک بلاکار خودم میذارم، ولی با این که با برنامه میسازم واقعا براش زحمت میکشم و ادیتش سخته، ساخت خود چیزم تا حدودی سخته. پس بچه نیاید اینجوری مسخره کنید تا چی، واقعا سخته همینجوری ویدیو ساختنم. بله بچه امروز اومدم این برنامه‌شو بهتون معرفی کنم. این برنامه است که از طریق گوگل و مارکت و فروشگاه پلی هم میتونید دانلودش کنید. حالا یکم هم آموزش کار باهاش میذارم براتون، بریم ببینیم. وارد برنامه میشید. حالا میتونید از دوربینتون عکس انتخاب کنید. اینجا بزنید از دوربین انتخاب میکنه. اینجا بزنید از گالریتون عکس میتونید انتخاب کنید. حالا ما میریم از گالریمون عکس انتخاب میکنیم. مثلا این همین عکس کار زمینی که ویدیوشو گذاشتم براتون و سری کامنت ها گرفت. میزنیم روی این سه گوشه اینجا میزنیم، وای میسیم تا این به تهش برسه و الان میزنیم روی یکی از این گنجینه ها که روی بالایی بزنید بهتره. اوکی میزنیم روش و الان میگه میخواید تو کدوم ورد ماینکرافتت ببریم. ما یه ورد جدید باز میکنیم سوپر فلت باشه و از همینجا مستقیما میایم که وارد برنامه‌مون کنیم. حالا اینجا باید تنظیمش کنید که مثلا چقدر کجا باشه، اینجا باشه، پایین باشه، بالا باشه. ایناشن دیگه خودتون به دلخواه خودتون میتونید تنظیم کنید. حالا کم بیاد پایین هم سطح زمین باشه. اوکی نگاه کنید الان اینجا اوکی میشه و الان روی ماینکرافتی که بزنیم مستقیما وارد ماینکرافتمون میشه. حالا بذار نشونتون. اوکی بچه وقتی وارد اون وردتونم بشید این کره زمینه هستش یا اون عکسی که انتخاب کردید و من میام دو سه تا بلاک از اینجا، مثلا دو سه تا بلاک های اینجا رو میکنم، بعد میام توی ویدیو جایگزینشون میکنم همین و هیچ ادعایی ندارم که تمام این پیکسل آرتا رو خودم تک تک بلاکاشو میذارم و درست میکنم همینجوری. ولی باور کنید بچه واقعا